مادر بله چی میبره؟ مادر من دومات نمیشم یه لپور مونده نکن ای دکه پا نزن چرا که دومات نشی؟ دکه ماشالله 26 سال 27 سال عمرتونه نمی دومات چی؟ تا به که دیگه من یک عروسی بیارم اقل همدرد خودم باشه من که کم تا شما تا میخونه همین شرایط و همین روزگار میبینم میگم بیزار از هم باشه نه شرایط توی روزگار نیه همه دخترها که رقم نیه یک دختر پدرکدی هم پیدا میشه باز من نگفتم خدای نخواسته همه میرقم خب من فعلا زن نمایم من تو شما شلیم که من زن نه من ارمون دارم نه تا چیشمون باید تو دومات کنم سر خوب بگذارم تو سر گذارم به در خونه ها زن برا تو جمع میکنه که نمیکنه تا زندی من اقل ارمون دار تو دومات کنم من میرم نه اکسا چه جای برو میبرم خوب به خیلی خوشی سرم دیده کن که همین عروسی خوب یارم چیکار کنم مادرت با خب یک کش کرده که زن الهی توبه کردم آه خدا بد کردم توبه کردم ایشته دخترها سهم شاخ بد اکرد توبه خدایا یادم بگین الهی توبه کردم سهم شاخ بد اکرد چه کار مادر؟ ای نه هم تکه نرفتم حالی که دیدم دختری بیام دکه یک تکه آرایش کردم هفت قلم بعد زویجشتم گفتم که دختر خانم گو خود منو نه ای ابروها چینده آرایش کرده همون رقم تازه اینجا خود ستاری هم ندیشته بودم سر و شاخ بده کرد توبه اله توبه کنم اشته دخترایم خودم بعد کردم توبه کرد گفتم مادر جان که نری تیله کردنی نی نه همه دخترها که میتونیه من ابرو چادر به سخت کردم تا دختر تعبدن خود پیدا نکنم من به زمین نمیشینم بچه خوب گردم مادرم میری توبه میکشی باز میگی میره خب همه دختر بگرد آدم از خوب کنه بچه خوب کردم او دختر نه یک دختر دیگه من میرم دیگه دوباره برفتم به امان خدا ترختی مادر یک دفعه گریه کرده نیایی ساعت خونه اگه 10 خونی اگه چی باید دیگه همه تی دختره خب آرایش میکنن دیگه چی باید الهی توبه کردم آه خدا مادر دختر بدتر دختر مادر گندتر توبه خدایا سرمشا خدا کرد توبه بچه همین جا خوابه که بقیه بگی کو کنده از صبح تا بالی بخی مادر چی کو کنده نه ملک به من نمونده هفت افتارم که پاده شد کنشان که هیچی نه مادر چی جبره نمیشه دیگه تا آخر ای نه چیش بی روز بعد نبینه رفت تو بیست بیا خونی دیگه بخصونی همته که دیدم 2 نفر بیا بده یک تک آرایش کردم 7 قلم موم یک رنگ ابروها یک رنگ این یعنی رجلا بینا یک رنگ خطا چیش نه سرانم شاخ بداره کنه خود چه کار بعد زویز چی گفتم ببخشید من به کدوم اک شما بخصونی هم یک با مادره بخندی که کدوم اک خوش میکنی گفتم الان تیه کدی نه سهم شاخ بداره کرد گفت این دختر من از اون 10 سالگی دختر من تک آرایش کرده تا به 20 ساعت هم تک به بازار میرم آرایش میخرم 10,000 بزی دختر خود 10,000 به خود خود هم تک من میسته که به جلوه این خود آرایش میکنم دختر هم خود آرایش میکنه مادر جون من بیزار از میزن همین که ارزی که من به هفته 10,000 بزی آرایش بخرم نمایم 10,000 به سرکلی خود خم سر یه لکور عده میزنه بخی برو دیگه فکر بخزم نه برو فکر دیگه بکنم دیگه لنگام کنده شد برو اگر فکرش شو خوبه دارم برو آقا قصه زن نشه بیزار مادر هم مادر من میرم که برار زنگ زد که بیام آماده کنی یکی خوبه ننه مرم امیته برستون دیشه مادر تو باز زنگ زد کاری 2 کوچه بالاتر یک دختری چی دختری همین 2 دختره که شما مایی میرم میبینم من نزدیک ببینم چی رقمه میگم تا بال نخ به ابروی داخته نشده خوب برو مادر جون همینجا میری منم برستون با مطلقه صاحب اون میشید ننه بله وزیرو بابا یک گلاس چای بیار دیگه عدل چای میکتیشتم بیار بعد از چا بالا بکشی
به چی معنی لک من گازم خلاص شده آقا به چمچه یخ زده بابا جانم گاز همیت شیرین وابی کلی خبر نداری یعنی باز کلی پوبزه ریپه گاز بالا کشیدم به 55 ریپه شده به 40 ریپه بود کمتر مصرف کن خوبه باباش وزیرو بله آخ نمیشنی بابا در سرای گوشا به نمیشنه و تو چه کار شده باشه انالی با میکنم داره برو سکو کیله بفرمایی کیله بابا میمون آمده آقا خوش آمدم بابا نه ماشاءالله نام خدا. سلام علیکم. علیکم السلام. خوب این سلامتی؟ خیریت سلامت باشین. خیلی خوش آمده خوبه. سلامت باشین. ماشاءالله نام خدا ماشاءالله همین دو دختره که میخواست. الهی شکر خدای. خب هجیگاه که قرار از مزایمه ما رنگ زرد و نکننگ سرخ بباری. خوش آمدید کوکا جو. سلامت باشین زنده باشین. حقیقتا مثل 4 جا به خصوصی برفتم هیچی دخترها خوش نکنه نام خدا ماشاءالله از اون در که دیدم به دلم بچسبید دیگه ماشاءالله نام خدا چی دختری زنده باشی بابا جان خداوند با مادرک از این بیامرزه زنده باشی خدا جمیل احتمال بیامرزه به یادم که بیایه ماشاءالله دو باقا به دود بکنه مادر از این به خیلی زحمت کشی خیلی دختر مقبولی خیلی دختر خوبی برو بابا چای ماشاءالله نام خدا ماشاءالله چقدر شاده چی زن زیبایی من دیگه خوب جامعه که دختر دارم راست بگی وقتی که مادرک از این فوت کرد خدا بیامرزه قول داده بودم بریو که بعد از ساعت تو زن نمیکنم این دختر همی کارا خونه میکنه خیلی از این دختر خورزیو خب یک وقت میشه این دختر خو عروس کنیم یعنی شما مایی ممی رقم بشینی با خدا نمیفهمم باز بگرم خود به فکر کنم که چه کار میکنم ها به خیلی خوشی دختر هم برای عروس کردنه راست میگه گازا یخ زده که تا بجیش بیایی خیلی بابا بجیش بیایی خیلی نرسایی با میشی خیلی دیشب کیچینی بار کرده بودم ماشاءالله کیچینی گوشت لند برای چاشتم گفتم قلورتی روش گوشت لند بگذارم بستگیم چاشته دست شما درد نکنه خیلی بینی من دیگه میرم دیگه به خیر خوشی دیگه ما مزایم شما میشیم امیته به خیر باشید دختر خونه خود برای عروس کردنه دختر که کلو شد آدم باید عروس کنه نمیشه تا عاقبت به این نگاه دارم کمر جمع کنه خدا بیربانه خوب دیگه اگه قسمت بشه به خیر خوشی شما از 1 دفعه 100 دفعه خواسته باشید من میرم میام منطقه دیگه الهی خیلی ببینید که من خیلی پا ندارم همین پاکام امیت درد میکنه که چی خیلی نمیتونم برم و بیام دیگه وقتره که باز همیت زودتر جواب ما بدیم دیگه وقت خورج یک چیزی برای تو بگو دختر بود تو باسواد دیدیه ها تا 5 و 6 تا به تبرم بخورده خوب به بچه تبرم چی بابا خوردی؟ الف بیزه همه بخونده بیخی محمود عروسی ماستم نه ماشاءالله الهی از آسانه چی نه محمود عروسی میخواستم نام خدا ماشاءالله فقط کلینگیر میمونه نام خدا زنده باشی مگر بابا دختر خو کمی سپاید بگو که به دود کنه چشما من نظریه ها همون عروسی که میخواستم من میرم برا جان دیگه بریم اگه نصیب باشه گپ پیلیه به خیر خوشی باز میام دوبار دیگه مدکارم باز ری میکنم خدا بیربانه به چی نام خدا ماشاءالله خوب چای بخوردی چاش نمیرفتی خواهر خدا بمشی بری به امان خدا خوش آمدیم باشه که شش ما بخسارم خوبه نه باور کن نه خیلی خوشحال بمشی به امان خدا به امان خدا باشه که زنگم به چهار بزنم که بیایم الو سلام مادر خوبی سلامتی مونده نبشی میگم نه این شو بیان دیگه که به خیر خوشی برفتم به خستونی همه تو دختر جانانی پیدا کرد ها به خیر خوشی ها هدو برا بیای که به شما کار دارم ها نه لقمه چیز میزم جگا بار بکن دور هم میخوری ها به خیر بیایم نه خدا پشت پناه شما به امان خدا شد دیگه تعرضی که میخواستم به خیر خوشی سلامتی برو تو وقتی چای بقدارم مادر
یالا نداد دیگه همین تو برف غیر بر نسی مادر کجایی بیا آخه مادر جان بله مادر بیا کنیم برای مادر سلام خوبیم ساعت خوبه بخیریم ساعت خوبه شما خوبه سلامت باشه مبارک باشه باز لالا من مایم دومات کنین دیگه خیلی خوشی ننه تو 4 روز زندگی و مقاله این گروسه که خوب یارم بخوره یکم زبونه باش ننه برفتون دیگه دختری پیدا کنه که نام خدا ماشاءالله قد داره شمشاد ابرو داره کمان چیش داره پیاله تا با حالی همین ملچو بدم چشمایی نرفته دیگه نام خدا ماشاءالله همین دو دختره که هیچ چی دیگه از این آرایشی نیه از این جگولی حالی خب کی بریم یعنی امشب به خیلی خوشی سلامتی میری خود شما بخواستیم بریم دیگه اماله که باز من شب جای میرم بچه‌ها خود جای میبرم میمون نه صبر کن بیاری چای بیار بریم دیگه این معامله یک دفعه بریم بکنیم سکن خوبه دیگه باشه که بچه‌ها دیگه خوبه دارم باشه نه بریم بخیر بریم لالا بیا مادران من تا دالیز بریم چه کار کردی بابا؟ برفت بابا جون خب دورپرسی بکرد و آداغ صاحب دو برارن اینا یک به طب داماد که هست برار خورده یک برادر کلانتر هم داره خیلی مردمان خوبیه به دورپرسی نمیشه به چی خود بگردو حال پرسان میکنی اما حال دیگه همسایه پهلو اینا دست راست و دست چپ دیگه همینا یک دختر دارو نمیتونی اون به تحت دورو کنو نه مردمان خوبی هم بابا ما بپرسیدم دل جمع باشه خیلی مردمان شریفی هم خداوند بیامرده پیرک نام تقریبا 2 سال پیش خدا بیامرده همه بیمونه خیلی آدمای خوبی هم با دمی دوماد که هسته خیلی بچه تحصیل کردی هم هسته بیایی با عملی هم هسته بچه اخلاقی بابا جانم لول پیدا کرده بطوره نه دل جمع باشیم انشالله که خیره میگم برار بگم چای نمیارم خود شما مگه چای بیاریم همونی بکتیشتم تا آشپز خونه نه نگه چای نمیارم موازه ده ایده بتونی اکل چای بیاره برتکای ده بیاره او بیاره چای بیاره خوب همه میارم بیشی خوب نقابش چون نمیارم وخی در سرایه دل تا اصل وزیر رو برای در واکنه این مثل که بیامدن بفرمایید یا الله بیم برو جلوشی بیم مادر بریم سلام علیکم کاکا خوبه بخیریم سلامت جان شما داره بفرمایید بابا جان بفرمایید خیلی ببخشید بابا جان سلامته به پا به درد بکنه اگه سلامته زنده باشید خیلی خوش آمده لالا سلامته زنده باشید بابا جان خوبی تیر خوشحالی باشید الحمدلله خور جون زنده باشید قراز از مزایمت همی بچه آمد خب نام خدا بچه‌هاشو بار که ببینو حالا من نمیفهمم که شادوات این باشه یا او باشه بچه کنم به اونایا انا شادوات اینه خیلی خوشی اگه قسمت باشه اگه نصیب باشه انشالله که میشه خدا مهربانه انشالله که خیره خب چایم بیار بله بابا چای بیارن خب دیگه ایجی کاکا جان انون مادرها خوبی از نظر از اونا مطرح هست 100%. ولی بازم بچه و دختر خب باید خود همدیگر خب ببینم و بالاخره زندگی مشترک دیگه خب بابا جان با مشکل به دیگه گپ ندارم که ببینم باید ببینم چون این دو نفر زندگی میکنم با درست قدیمی هسته ولی فرق کرده اگه نه که من مادر همی دختر ندیدم خب یک بران دیشتک که مقدر همی دایم کار نگاره به دستی بود ولی بازم به رزیو خب ولی امروز هیچ فرق نمیکنه مشکلی نداره بابا دیگه قدیم بود حالیه دیگه اینو من دیگه از زندگی کنم نه ما و شما همون بعضی زندگی هم که از قدیم هموته بوده به هم ریخته باید نمام که زندگی دختر به هم بریزه دیگه چه کار میکنه بچه؟ بچه ما دیگه از خودی نبپرسه بابا جان دیگه به شرط داره نشیم چی کسب و کار داره؟ ما ایجی کاکا صرفی داره شکر بابا جان شکر حالا ایجی کاکا همین رسم و رواج شما چی رقمه که ما بفهمیم همین مراسم ها و چی ها شما چی رقمه که ما بابا جیگر پیشکش که ما نمیگیریم خب خیر چون پیشکش دختر عروبه اگه چیزی هم بگیریم با خودی باید تعلق داره بفهمیدی
دیگه مصرف زیادی هم چی میکنه به چی به همونا که به زیادتر سنیه که پول داری زیادتر مصرف نکن امروز زمستونه همونا رو به قریبا و بیچارا کمک کن تشکر خیلی دیگه هر رقم فعلی که بگیری خود تو بگیری برگود به تو بشو برگود به من نمیشه که ببیم فرمایش بدو ولی مادره که نداشت خداوند خیر بده همشیری با خدا کنه که بری و مادری کنه راست مادر من عروسی بخون میارم با امیدی اگه عروسی باشه به مثل اولاد منه اگه نکه دیدم دیگه عروسم خودم سرکش بگیره من از دو بترم برای خوب گردم واقعیت هم بوتره بریم دیگه نه که تدارات عروسی ما بخیر خوشی کجا باید بریم خواهرمه شب بیجی باشه خیلی بینی صاحب هم بشه خداوند شما خیلی بده برای که به خیر خوشی ما تدارات عروسی بگیریم که به خیر خوشی فرش بچه من میایه که نه هم دیگه را خوب ببینه بیخی گفت بده خود شما بس مادر جان بس لالا نه تشکر زنده باشه بری به امان خیر باشی خیلی ببخشید من پام درد میکنه دیگه بعد خود خودش رو برفتم نه خیلی بینی صاحب هم بشه بری به امان خدا زنده باشه خداحافظ خدا خیر بیاره خیر باشی وزیرو بله آقا بیا به چی به که با 4 کلمه گپ خودت هم بدارو بله بیا به چی به بله آقا بابا جان این به سلگولا برفتم بیا مادر بردوان خوبی هم تو چی میگی؟ چی بگویی؟ خجالت نکش به چی به مادری نداری تو هر رقم خود شما میفهمید چی نمیگم بردوان خوبی به چی به معلوم بشم ها به خدا دل من گوری نمیده که به تو رو عروس کنم دیگه پا نسنیم آقا دیگه مجبورم دیگه دختر برای عروس کجا میری خب پیش از توی میپرسه از تو در نباید بدونی دیگه پتکه به در دختر به نکن بسته تو چه کار کردی ببه همون دختر بود که تمامی فرصت ببه زحمت کشید خیر بینیم پیار جان خیر بینیم هیچ کار نکردم بیایی نه مادر خیلی مردم خوبی بودن خیلی نه خیلی خدایی هرچی ما گفتم برای همون پیار نه هیچی نگفت ما گفتم که بیا مثلا مراسم شما چی رقمه می چیا شما گفته ما پیشکش نمیگیریم هنه برارسه که از ما چند پیشکش دست تو چی پیشکش نمیگیرم خیلی نه تو که بعدی هم که ندیدی الهی زنده باشه صاحب اون باشه که تا بالی هر چی گفتی تا بالی جلوتون استاده که میگردی بزنه بالاخره مردم خوبی بودن ما خوش کردم شما خوش کنه شما مادر محمد اگه چی کنه من خو هر چی ازی گفتم نه نگفت گو بیخه اصلا پیشکش نمیگیریم دیگه مراسم هم بخو نه اصلا عروسی گفت نگیریم بریم خیرات کنیم فردش به خیر خوشی سلامتی دیگه با مهمی دونه فردش بره ببینه ببینیم چی میشه به خیر خوشی برو تو دیگه کمی پول میلا سعی کن اگه برای من به خدمتم هر چی که باشه هیچ مشکلی نداره خیلی نه فقط از هر چی که مصرف میکنیم من فقط بگین ما شما خیلی نه صاحب اون میشی یا از سالش نه به حساب ملی بیخی رای نزنیم خیلی نه خب من دیگه خوش برم کجا میری نه من برم دیگه که شو میمونیم دیگه خوب نه ها بخیر باشه بریم خدا میگم بابا دارم زن خوبه چا خوبی یاره میارم دیگه ما در حال فقط میگی که بشیم ما باز عروس رو میارم همینجا باشه دیگه بیا از این مجلس هم شما کار زن کنم باشه خب فرار کنید بخیر بریم مادر بخیر بریم سلامت خداحافظ خیر بینید بچه‌ها خورن سلام بگید بدیدی دیگه نه اشته بود خوب بودم مردم خوبی خوب نه فدش به خیر خوشی سلامتی میری دختره را میبینی هنه دیگه من کار دارم میکنه که زودتر عکیه میته ما یکی خجالت بکشیم خجالت نداره بچه خوب کنم یک عمری ما زندگی کنی میری مقبول پاکیزه 2 کیلو واسه میپرسه 2 کیلو تو از میپرسی قطعواری هم دیگر میری نام خدا ماشاءالله همون تا گلینگی همون تا عروسه خب من میرم دیگه سر میگذارم خوبه نانه بخیر بری برو بخیر تا که پنام خدا دیگه عروس به من باشه تا پیالی بشوری خدمت به من بکنه ای آرایش کرده معلم و چلم که میفتم دیگه خدا میدونه چیزی به درشه الهی شکر سر از آمد شکر سر بچه من بخونی و بشه بخیر مادر بیا سعی کنیم ستکه خوبه نه ماشاءالله
نام خدا ماشاءالله دیگه به دیوار گیشتی بخوره خیال نکنه که تو رو مال به تخت کردم نه ماشاءالله مادر نه خجالت بکشون چی؟ نه خجالت نداره آخه تو مردی برو همه که مقبول بگیزه میشینی از اون سیده بود نسخو بگونی به چه خوبه گردم خوبه نه که خجالت بکشی این که سر تو تا انداخته نباشه عدلی مقبوله بده چیش بکاته بام طرفی باشه عدلی مقبول نگاه کن خوبه خوب مادر برو بخیر بری ننه صاحب باشی برو بخیر خدا بکن پشت مادر. بلای تو انشالله ننه برو بخیر بری برو ارمونا دل من پره کن بخیر خوشی که بچه من دومات چه سر بخونیشه بخیر بفرمایید چه بیا بار بابا شادمان آمدم بفرمایید خوش آمد بفرمایید بریم بالا بفرمایید اینجا بفرمایید بشین گپ بالا بشین بابا بابا جو کار نداریم به من میرم جا همین دوستا خو کار دارم 10 دقیقه میرم بعد میام بگو جا. ما ده 12 بجی شو نه وقت بیام بابا جان وقت به چه وقت بیای وقت بیام فعلا با اجازه خداحافظ چی به هر دو تا شما گپا خوب بذاره من میرم کوزو گیرم لباس خفتر بخونم بفهمیدی باش آخه چی اول داری خوبه؟ شکر شما خوبیم سلامتیم زنده بشی اسم شما چیه؟ وزیرو خوشی اسم باشی اسم شما چیه؟ بسیر احمد اسم شما هم مقبوله بسیر احمد جان سلامت باشی مادر میگفتم اسم من مگر وزیرو باشه دیگه از اون وقت اسم من وزیرو گذاشتم گفتم به انشالله کلام که بشی وزیری بشی راستی شما وزیر من بشین بخیر اگه زنده بودی سلامت باشی خوب دیگه میتی که مادر من تعریف کردم واقعا نمیتی چیزی هم هستی نمیتی زنی که من ماستم سلامت باشی نام خودش نه پیران شما گفتیش تو پیران نقبولی وقت کرد من دیگه به مکتبم که بودم دیگه به مکتب خونگی بودم دیگه تا چیر بخونی؟ تا الف بی زهب خوندم خوبه مکتب نرفته؟ برفتم مکتب خونگی بود نوشتم بلدم خوب نم خور بلدم نوشته کنم خیلی خوب برقا هم برفتم خیره دیگه خیره خیره قهمی ندارم این تاریخ خور اگه نشونده بریم بخور چرا سعی نمی کنی؟ سلام بران جون گپا میزنی؟ شما خوب اخذر سبیل داره بیاده که رسم نداریم تا شورسی رو خور نخ بندازی نام خدا سبیلا شما سبیلا با کلانتر خب من خور نخ نکردم تالی یعنی آدم که نخ نکنه اخذر سبیل میکنه بیم تازه گاهی وقت قیچی برمیدارم اینا قیچی هم میکنم مقبلی بودم نام خدا مقبولی خب با اجازه با مادر میای گپ بزن چای نهیوردم خودم چای بی به نظرم مردی سوخک شد دیگه چه نقطه سبیل داریم ما که رسم نداریم قبل از عروسی تاریخ و نخو چخ کنیم به چه خوبه که بوده خودم چی الو سلام ننه خوبی سلامتی سلامتی ها ننه دیگه خیلی خوشی سلامتی برم دیگه میگم ننه دیگه شما وقت بیاین فتشه دیگه که اینجا من کیم دست به کار باشه به زن خم بگو بده گوشی به دستی و بده که خودم گپ زنم تو که هیچ چی نمیفهمی ننه الو سلام عروس جان خوبی سلامتی سلامت بشی زنده بشه من دیگه حق نمیدم تو زنگ زنم تو خبر کنم تو دیگه هم خواهر دومدی هم زن برو دومد مگر بخیزی بیا اینجا تمام کارم توی شتونه دیگه به سلیقه تو نه به خیر خوشی به چاه خوبه داری بیاری که من نماسه خورم ببینم فتش بیایی دیگه به خیر باشه نه
خوبه به امان خدا خوبه زنده بشی سلامت بشی خداحافظ شما خداحافظ مادر چه کاره ننه مادر این چیزی بود چی بود ننه سبیلای فقط چنگیز مغول مادر از سبیلای خدا کلانتر بود برو بامور حمیده مثل نوکی تو بخون بخون این دقیقه فکر کردم چیز برد از افتاده مادر مطالیت ندیده بلیمته چیزی نه آخه بچه خوبه کردم این دختران نخکرده که تو دیدی که اینا 24 زبدام را اشکایم او دختری که عروض و عمر خونخ به تر خونه انداخته این دمی که با آرایشگاه ببرم نخ کنم نه کن که زنی میشه ماشالله قدم که دارشم چا خودم که گفتم تری خونه شده میکنه شده گفتم سلام برار بابا اینا گفتی سلام برار تو کبری به پیش از او ببردی مادر از سبیلا و کلانتر اولون خیال مرده کردم خیلی نه او دختر نخ نشده او دختر ترینو خیلی داره او دمی که با آرایشگاه نبرو او سگو که از زیر نخ چی بدر میشه تا 1 سال روزگار نور از صورت از او بدر میشه ها نه بچه خوبه کردم نه با خدا ماشالله اون که نخ بشه تو که زدی میشه نه ماشالله با قرآن سامش یه عروس میگیره از این بقیه بخیشاتو کرده؟ ها دیگه همون تا عروس مقبولی بچه در اول خوب هل کرد نه هل ملی نکن باشه که به خیلی خوشی شورسی دستی بودم به دست تو سکو کشته چیزیه دم بکارستان هنه میبرو یک تکو نخ میکنم بدون آرایش هم که نخ کرده به دست تو بدون آرایش ماریش هم نگم نکنم حتی چشمایی نرسیا نکنه سکو کشته پریگوله میشه یعنی حتما همین میستونیم نه دیگه همین میستون همین خوش کردم خوب دختر پدر کردیه حقلا همین میبه دو تا پیانه میشوده حقلا دست خوب اول میگیره نگه برون دختر با سوارتی بشون بستونو که هیچی بود نمیفهمه به قرآن نه الیو نمیشه پس مبارک باشه سلامت باشه نه الهی 100,000 مرتبه شکر نه مردم ارمونای دل و پر نشم